فرمژتم، همونی که هر روز له و لوردم میکنی بعد میگی چرا کم پشت شدم. اومدم امروز 6 تا از سوتیات تو آرایش کردنم و بریزم رو دایره که دیگه نگی نگفتی. فرمژه بعد ریمل؟ خواهر من چوب خشک نیستم، میشکنم بعد میگی چرا میریزم. آخه عقل خوب چیز بدی نیست. این فرمژه کثیف و یه بار بشور جان مادرت. همونو میچسبونی به هم بعد میگی چرا مثل جاروم. 5 لایه ریمل پشت سر هم؟ مگه دیوار سیمانیم؟ نفس ندارم، قاطی میکنم به خدا. اون برس ریملو هی پمپ نکن تو تیوب، هوا میره توش، خشک میشه، بعد من میشم قربانی بیگناه داستان. با ریمل میخوابی؟ جدی؟ بعد صبح میای میگی چرا میریزی؟ خب عزیزم، منم جون دارم، سنگ که نیستم. پاک کردن آرایش با اون مالیدنای وحشیانه چیه؟ داری منو وجین میکنی انگار علف هرزم. آرومتر بابا. من فرمژم، فردا نوبت منه حرف بزنم و ناگفته هامو بگم. اگه میخوای حرفای منو هم بشنوی پیج خوشگلستون رو فالو کن که جا نمونین.